یگید الوداع کارمندان شعبه مدد. بیا رویم، بوی این گوشت سوختگی دائما مرا ناراحت می سازد. نقشه همان به نقصان اجرا شده. حالا بریان شدن این دو پلیس را با خوشی تماشا دارم. تبریک میکنم. دشوار هم باشد موفق شدی. اگر موفق نمیشدی باوری هم کاسته میکردی. تشکر سردار. سردارم ایسته سردارم نزدیک نشوی. ایسته خطرناک است سردارم. مرا سردید گفتم مرا. بچه ها یاری دیه رفیقام. از این پنجش سیار در اومدنش غیر امکان است. ایسته سردارم. خیلی چکر امکان ندارد. بیا بمرا. او همسری حلیمه شهید است. شهید را آتش نمی سوزاند. ما حتما او را میابیم. خدایا یگید خدایا چه روزی سخت بود. خدایا یگید نجیب چی شد؟ چی آواز؟ نمیدونم چیه بگویم. یگید و یگید چی شد؟ دکتر کی شد؟ یگید در درون مانده بود. مانه را بچگم چی واقعا؟ یگید را نیافتید؟ نه در یک جا ترکیش شده است. یگید در درون مانده است. توبه نه هم شهید شد. صدا کردم جواب نداد. صدا کردم و سویش نمیدم. یگید گفتم اما جواب نشنیدم. او در درون بود. بعد همه جا تاریک شد. یک آواز و یک ترکیب. خدایا به سرمون چه ها می آید؟ اول حلیمه حاضر یگید. نجیب مرا میشنوی. نجیب دادم او چه نجات یافت. یک دقیقه هونه. یک دقیقه. یگید تو زنده ای. شکر خدا. بزنید. نجیب التماس مرا نترسون. نجیب الله آوازت را برار. دکتر را جزنید. یگید شکر که زنده ای. چی گفتید؟ نجات یافتی میگویم. صد شکری سیاه. بلندتر گردنید سردارم. من یگان چیز را نمیشنوم. ما خرسندیم که تو را از دست ندادیم. تشکر سردارم. راستی منم ترسیدم. لیکن شکر که خوبم. نان و نمکی خلق و وطن را زیاد خوردیم. برایش در ادای خرج فرزندی تیر هم میخوریم و در کشی بامبر هم میبینیم. یگی شیر بچه ای من. سرکمیسر احوالتون چه خیل است؟ بخیر است شکر. خوب تو خان توی تمه دیگر سرکمیسر. آیستا بردارید بچه آیستا دارید بچه سرکمیسر احوالتون چه خیل است؟ تمه دیگر توقت همش خوب بشو. انشاءالله شفا احتیاط کنید. حاضر پایش با مکتب. تجربی آموده است. از آنان میترسیدیم در قطار نمی نشستیم.
ما با این کارها مختلفیم. ناگاه دیدم که زیر کرسی بمب است. 10 9 8. پس آن گفتم بچه ها راهی عمرمان تا همینجا بوده است. همین قدر داد زدم اما نشنیدی. آخر سردارم من به درد خودم آواره بودم. از کجا شما رو میشنیدم؟ دیدم که تیرزه نزدیک است. در برابر کفیدن بمب خودم رو پرتافتم. والله با آسانی خلاص شدی. سردار آنچه به سر هر دویتان آمد به سر مرغان نآید. چی میگوید؟ مرغ بیریان باشد و نوش جان کنیم. والله در برش باز آش هم میشد. گویا که سردارم مرا بار اول دیده باشند. چشمانشان حیرت آور، چنان حیرت آور به مثل شیر ژیان. یگیت قدر دوستداری را بدان. دوست گفته دیدم منسوخ. لیکن سردارم به مثل سینما، به مثل بروس ویلیس گویا که از ترکش زنده میبراید. بله مثل سینما. اگر خواهی به تو نقشی میدیم و پلیس را پرتافته آنجا کار میکنی دیگر احتیاج به معاش هم نمیماند. استغفرالله مدیرم، با سردار و بچه ها فقط صحبت میکردیم. ما میبریم سردار. دوام دهید بچه ها. بشینید. دوام دهیم. حالا که مسئله حل نشده است از میان برداشتن دیگری به هوا پرید. کبوتر باشد بالای ما پرواز دارد، کجا میشیند کی را میبردارد نمیدانیم، کی را با خود میگیرد و چی نقشه دارد معلوماتی نداریم، حتی عکسش را نداریم. من خودم را نوجان میدانستم ولی آنها نجات یافتند. چه نجات یافتند؟ وقتی ترکش من در آنجا بودم. میدونی که بدترین طرف ناموفقیت چیست؟ نه سردار. بر دشمن جسارت دادن. آنهایی که دیروز با دستانمان بازی به در آوردیم حالا سر برداشتند. امکانیت سر برداشتن را به آنها دادی. اندیشه کن. محترم مدیر، حالا دنبال کبوتریم. باران در دستمان. حداقل نفری هست که به ما شاهدی دهد. کاش که او را میافتیم. آخر پرنده شدن نپریده است که محترم مدیر. بله نامش کبوتر اما موش بر این از یگان سوراخ میبراید و بعد ما هم نغزک پخشش میکنیم محترم مدیر. بیایید رفته بینیم. تا حال تهمتی در حقتان شده پاک نشده است. دعوای پلیس قاتل دوام دارد. میدونید به هر دویتان باوری کامل دارم. حتی جانتان را دریغ نمیدارید. سردار ما این کسب را دانسته انتخاب کردیم. لیکن در بیرون آدم های بد زیاد است. آدم های پلیدی هستند که برای کشور نقشه های پلید دارند. بله البته. این آدمان پلید با بازی افلاسشان با کشتن پلیس روزشان را میگذرانند. این برای امید خلق را از امنیت دور کردن نقش میبازد. وقت را از دست نداده از پس کار شوید. تا این وقت مرا شرمنده نکردید. خدا شما را هم شرمنده نکند. تشکر مدیر. ها یگید خدا شفا دهد. خواطر نشوید مدیرم، او را حتما میابیم. او را ببخشید. ترکش به گوشش تاثیر رسانده است. بازی شد سردارم. هیچ گپ نیست. باز رفته رسام را نزد من بیار. رسام رو چیکار میکنیم سردارم؟ البته رسم عالمی نمیکشیم. ما پلیسیم. با رسام چی میکنیم بعد میبینیم. اطاعت سردارم. اگر شما گویید البته میابیم. را زود گرفته بیار. سلام. به جای تعزیه خواندن اینها را خواندن درناک است. از دستمان آماده رو کردیم. بختشون بلندی کرد. البته این هم میگذرد. کارمان را با آمدی بخت حواله نمی کنیم. ما برای ادای امرتون آمدیم.
این آدم کی باشد؟ آقای هلدون در اینجا چیکار میکند؟ درباره چی صحبت دارند؟ از این پس نه تنها 2 پلیس هدف میگردد بلکه کل تشکیلات در هدف ماست. همین که امکان به دست آمد کارا اجرا کن. باوری خلق باید گم شود. مانعی نیست. برای حل این مسئله آدمی زیاد دارم. سپارش را دید و از آینه نیلگون تماشا کنید. با دروغشان حتی شما را حیران میگردانند. کارمان همین است. اجازت نمیدهم که این کشور را هر کسی داره کند. ترکیه برای ترک ها خیلی و خیلی هم مهم است. این جنگ برای ما هم ضرور است. تقدیرمون همین. باور کنید که ما غالب می‌آییم. در این کشور به هر کس جا نیست. چشمهایش کمی میده بود. یگان نشانه دیگر ندارد. ریش کوتاه و سفید داشت. تمام. سردارم حداقل میدانیم که کبوتر به چی مانند است. کنی بینیم پروبال دارد. میبینیم. سردار رانو شما رو میپرسد. ایگی تو رفته ببین، من بعدتر میایم. فهمیدم سردارم. بخیر است رانو؟ به خدا کاری عجیب شد یگید. آقای هلدون رو دیدم که با نفری در بوره تو گپ میزد. لیکن ما هم مخلصان خیلی زیادی داریم. مسخره رو بس کن یگید. آنها رو تعقیب کردم و عکس هر دوشان رو برداشتم. اکنون برای من کامپیوتر جدا کن. بیا به اتاق سردار رویم. به سردارم بگوی که ما در اتاقشان هستیم. خوب شده است. کوشش کنید که با کمک شما چهره او را معاین کنیم. انشالله سردار. این آقای هلدون مدیر کلی برنامه های تو. اما دیگرش کیست؟ نمیدونم. یک چند روز است که از پایشان هستم. شبه کردم که دنبال کیم کدام حساب کتابن. لیکن گوش کرده فهمیدم که در باره خودت گپ میزنند. خب رانو خوش آمدی. خوش دیدم سردار. انا در اینجا رسم کبوتر. یک لحظه. انا همین آدم؟ آدمی که من عکسش رو گرفتم. کدام آدم؟ کدام عکس؟ انا همین آدم سردارم. انا همین آدم سردارم. باید زود رفته دستگیرش کنیم. انا همین ماشینی سبک رو. عیناً همان ماشین. رانو رسم رو کلان کن. چاریز 1412. دقت همه گروه ها. سبکروی سیاه رقم 34 ارزروم سامسون 1412 رو جستجو داریم. گروهی که دید کاردار نشود تنها تعقیب کند. ما در راه آمده ایستاده ایم. سردارم مرا این سخن مفتون میکند. چرا؟ زیرا که عمل میکنیم. مرحمت سردارم. ماشین سبکروی رقم 34 یس 1412 حاضر از همینجا گذشت. 4852 مرکز. سبکروی در گفتگو بوده در محله انور پاشا دیده شد. رحما تعقیب کنید. پس از 10 دقیقه ما میرسیم. رفیق سردار من چی؟ رانو برای عکس تشکر. چرا مرا نمیبرند؟ Bu aslanların son zamanlarda buldukları en büyük av. یک لحظه آسوده نمیمانند. از قفس بروید. جویتون انیق شده است. خوب میشود اگر پرواز کنید. عادت پنهان شوی ندارم. جایم هم مخفی نیست. مرحمت کنم. آمدنی باشم. خواسته اشم رو میبینم. ماشین شما به طرف یه نگاه گردش کرد. فهمیده شد. خیلی نزدیک شدیم. فهمیده شد. انا آنجا. ماشین سیاه نگه دار. جناب پلیس تعقیب میکند. چیکار کنم؟ چیکار میکنی؟ طرف راست گیر.
شهادت نامه رانندگیت را تیار کن و نشان ده. فراموش کردی ما شهروندان عادی هستیم. فهمیدم جناب. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. فراز باشین فراز ماشین را یاتا کنید. ماشین را یاتا کنید. فراز زودتر پلیس دستایت را پشت سر کن. تا با شعبه مدد با ما میروی. این دعوت گوارا را رد نمی کنم. دستم را گیر. البته با جان و دل. فرا همکس هم کمک کردن رو دوست می‌دارد، مخصوصا پیرانسوان رو خفه نمی‌کنه. زود باش. ماشین را گرفته بیار. زود باش. تشکر. سلامت باشید. خوب هستید اپا؟ چه خیلی که میبینی. مرحمت جناب. نوشی جان. نمیفهمم چرا تا حال از من خفه هستید. چند مرتبه گویم که عکس‌ها رو من نشون ندادم. برای همین در تلویزیون موفقیت های رانو توپال گفته زار گریستیم. ببخشید. 2 آبی میوه و 2 چای کیروز جان. کیروز اقلا تو مرا گوش کن. انا نگاه کن. از طرفی راست بوده مدیری من است. دیگرش باشد دیوانه که قصد اکای نجیب را دارد. من کاری نکردم. اینها رو هم نشون ده. مرا مسخره میکنید. این آدم مدیر کلی برنامه ها. همه این نقشه اوست. رانو جان ما اون چیزی که بود دیدیم. چقدر دوست بودنت رو هم نغزکک فهمیدیم. حاضر ما خیلی مشغولیم. ما را ببخشید. شما رو نمیفهمم. در حقیقت نمیفهمم. اینقدر سالها با هم دوست بودیم و در یک لحظه از من روی میگردونید. ای خدا اینها رو چقدر باور کنونم. با تو تکلیف دارم. برای کبوتر شاهدی میکنی که مرا به قتل رساند. نه، با تو رفیقی میکند. شما اول او را یابید، بعد من فکر میکنم. یگید وای 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 که ها تشریف آوردن. در آخر کبوتر را هم در قفس گرفته. کبوتر پریدن را فراموش کرد؟ بالهایت به مثل پری مرغ شدن. چه شد؟ قاتل پدرم تو هستی. کثیف میخوام که بمیری.
کیسان؟ تکبرشان رو بین. خودشان رو کی میتراشند؟ از کجا دانم آدمانی مشهور بریم. توران سایلو نام دیگرش کبوتر. نهایت شناس شدیم. در جنگل نامت را شنیدم و اما خودت را ندیدم. با کسی مانند کردید در هیجانت. چون این حادثه ها را مثل شما در تلویزیون تماشا کردم. تکرارش را نمیخواهم. رفیقتان از بلای عظیم نجات یافته است. به من نگاه کن. تو کبوتری یا زاغی به من فرق ندارد. صبر من تست تمام می شود. در دستمان همه دلیل ها هست. همش روشن. حیاتی باقی مانده‌ات را در درون قفس میگذرانی. دوستانم در راهند. حق خاموش دادن را استفاده میبرم. این گپ های بیهوده‌تان را با آنها نقل میکنید. سردار از وقت این جناب آمد. دهانت پر شکر گردد. قبول کنید. این بی‌مسئولیتی شما گران میافتد. این جناب تاجری بزرگ و شهروندی است که باید عبرت گرفت. مرحمت کی را میخواهید؟ ببخشید شخصیتتون را ندانستم. من نجیب ایلمز. مرحمت جلالت ما. آخر محترم جلالت ما. اطاعت جلالت ما. ماند روند. آخرین چخل میشود سردارم. به حال ما خندیده از اینجا برآمده میروند. به اجازت سودیه جواب نمیدهیم سردارم. سودیه خبر دارد. با او گفتن دیگر علاج نیست. جناب شخصی مهم و مخصوص بوده است. اگر کمی کارش شگل افته دوستایش را فریاد میکند. کبوتر که شد در بالاها آشیان میگذارد. دوستان برای چی اند؟ از شما همین را یاد گرفتیم. شما تنها با دوستایتون به اینجا می آید، اما من با صبرم. تا نفقه هم وقت است. امید دارم که همتان رو مهمانداری میکنم. حتما مهمانداری میکنم. تا دیدن جناب. شخصی حضب کاش می نمایی. خود شخصیت بوده ای. مبادا در کار می شود گفته میگویم حکایه پشه و فیل را میدانید؟ من حکایت مرچگان و شیر رو میدانم. خیر بعد نقل میکنم. به این هم وا میخوریم. اگر نموریم و زنده مانیم. البته در دست ما همه دلیل ها هست. در ماخوری آینده در نزد حاکم اصابت خواهی داد و مثل بیت بلرزه خواهی آمد. مسئله لرزیدن درست است، لیکن تا این دم دایما در رو برویم بوده ها لرزیدند. سردارم آخر این چگونه کار است؟ تماما عقلم نمیگیرد. ما اینها را با صد عذاب دستگیر میکنیم، اینها باشند ما را مسخره کرده برآمده میروند. آرام باش. یا الله، خنده ما در پیش است. انشالله انشالله میخندیم. انشالله. اکا با یاری تو این ناکس حبس می شود. قاتل پدرم هم دستگیر می شود. خوب شد که با پلیس یاری کردی. بیهوده سخن مگو. در سود برای آن سخن گفتم که مرا زنده گذارند. حبس خانه‌ات برای آنها هیچ است. چی خیل؟ پس چرا با پلیس چنین گفتی؟ نباشد چه گویم؟ من تخته پوسیده را زیر نمی کنم. در دستم دلیلی هست که اگر کبوتر شنود مرا نمی کشد. برعکس به پایم خار خرد خوابش می پرد. مجبور است که با من سازش کند. در دست چی داری؟ ثبت هایی است که کی بودن کبوتر را می فهماند. گوش کن، در خانه پنهانش کردم. دیسک را احتیاط کن وگرنه کار دیگر می شود. تو دیوانه ای؟ اگر به خانه زده درآیند مادرم رو لطو کنند. خاموش. حالا از چیزی خبر ندارند، فهمیدی؟ از هیچ چیز.
رو کبوتر رو باز پریده می آیی. ما پریدن کبوتر را زیاد دیده ایم، لیکن من پی پایت را خوب می دانم. سردار پشت این کبوتر خیلی بخواد بوده است که شما رو مسخره کرد. وای یعنی ما رو. نجیب چند روز است که لوبیا شوربا میگفتی چی شد آخیر؟ دلم هیچ چیز نمیخواهد. آقای نجیب اگر شما غمگین باشید همه ما غمگین میشویم. دادا چی شد با شما؟ شما خوراکتون رو خورید، هیچ گپی نشده است. چند روز بود نفره رو تعقیب میکردیم، دستگیر کردیم، با یک زنگ تلفنی جوابش دادیم. نمیفهمم. نباشد ما کییم؟ برای چی کار میکنیم؟ با کی جنگ میکنیم؟ با کی؟ التماس شما خودتون رو به دست گیرید. به این هم هممون غمگینیم. و شما چی شده است؟ رانو به دکان آمده بود، هر چی پیش آمد گفتیم. گویا عکس ها را او نشان نداده است، مدیرش نشان داده است. ما کودک هستیم که ما را فریب میدهد. او شما همه چی بودید. دانسته و ندانسته آدم را ایبدار میکنید. دوستی 40 ساله رو چگونه در یک لحظه نیست میکنید؟ یگان سر انصاف دارید یا نه؟ آدمی دستگیر کردهمان شخصی است که سردار رانا زیر فشاری وی است. یعنی رانا یگون گناه ندارد؟ البته نه. از او بیخبر عکس‌ها را نشر کردم. وای درست میگویی نجیب، ما باز دخترک رو رنجاندیم. انا اکنون من برای او خیلی گاه میکنم. به خدا کاری خوب نشد. اگر رفته عذر میپرسید. نه این خیل نمیشود. کسی را رنجانیدن گناهی عظیم است. نفری باید پیش قدم ماند. نجیب خودی حاضر من رو نزدش بر. انا باز چرمق در سری دادم شکست. تو خاموش شو، نه خودی پیش قاشق نشو. کلون که سخن گفت خود گوش میکند. التماس اکای نجیب تو از رانا عذر نپرسم، خوابم نمیبرد. خوب مایلش. نوربانو تو استرا و دادرت را نگهبانی بکن. ما 1-2 ساعت پس برمیگردیم. مایلش دادا. گیراز یکون چیزی دیگر پیش. تشکر اکای نجیب. مرحمت دوشی جان. تشکر برادر. در بالا آدم هایش بوده است، پشتش به قوت بوده است، خسته رفت. قلش را از ما پیش یافت، ماهی را از ما پیش یافت، به حجره هم از ما پیش در آمد. سرکمیسر واسطه اخبارش از ما پرزورتر بوده است. دایما یک قدم پیش است، چیکار کردنمان را خوب میداند. این چگونه کار است؟ سرکمیسر در بینمون یگان خبرکش نباشد. تو چی میگویی خیری؟ هممون عیب داریم، هممون آدمیم، اما در بینمون خبرکش نیست. آخر خیری تو چی میگویی؟ نخود در بین ما خواهین باشد خیری؟ خیر از کجا دونم؟ در دستش سردار نشریات هست، سیاستمدار هست، حاکم و سودیه هست، مگر یک پلیس رو خریده نمیتواند؟ نمیدانم. انا در دل من هم آتش افتاد. خیری یکون چیزی که میدانی آخری بگو. نه برای مثال گفتم. تو نمیدروی؟ من چه دخل دارم؟ خودتان حل کنید. شما همینجا انتظار میشوید؟ من با آقای سوها صحبت خود را داریم. آمدم که با او یک مسئله را حل بکنم. افسوس که کارمندان پلیسمان حالا هم بیرون از چارچوبه استانداردهای اتحادیه مقی دروغگوی. رعایت کردن این استانداردها برای یک کشور متمدن حتمی است. شما بخیر انا.
آقای سودیا در خانه است؟ خوش آمدید. مرحمت. به خانه دروید. مرحمت. آها. تشکر. خوش آمدید. رانو جون، افسوس که ما کمی به حرمتی کردیم. کمی؟ خیلی به حرمتی کردیم. مرحمت گذارید. در کجاها میگردی؟ تیر باش خبر نمیگیری؟ محترم سودیا، چلی که میدونید ما هم مثل شما در دوادویم. در اصل من اومدم که آید مسئله متین با شما گفتگو کنم. متین جوانی که تو رو پروند، خدا شفا دهد. تشکر. بله همون جوان. پگو سودش هست. اما من نسبت این جوان یگان شکایتی ندارم. های باز چی گپ شد که قریب بود آن جوان تو رو میکشت؟ بله آدمی گفته همون خیلی جوان است. همون روز از دانشگاه رو پیش کرده بودند. باز پدرش روی دستانش بیمرد، یعنی بالای غم دیگر افسود. تو چی میخوایی؟ چی کار کنی؟ کار از کار گذشته است. میدونم، اما خواهش دارم که به او جزای سبکتر دهید. این جوان آینده خوبی دارد. باز مادر بیماری دارد. اگر زندانی شود دوباره به حیات مقرری برگشتنش دشوار می شود. بیچاره. غمگین شدم. اگر حبس شود از آنجا سالم نمی براید. من غیر از شما کسی ندارم. کمی شما در نظرم زیاد می نماید. خدایا چی میگویی؟ ما را ببخش. نمی بخشم. چرا نمی بخشی رانو؟ آخر ما برای بخشش پرسی آمدیم. ببخش. التماس. مایلش جنگ کردید. قلبم رو شکستید. لیکن چرا به لوبیا خودی دعوت نکردید؟ والا همه را بخشم، لیکن همین رو اصلا نمی بخشم. لوبیا شوربای خوبی تیار میکنم، حتما در دیگه کلون. بخشیدی؟ استغفرالله. اپا جان شما از ما کلون هستید. البته جویش باید جنگ میکنید. اگر به اصل نظر کنیم بزرگی رو تو نشون دادی، یعنی بخشیدی. ما دانسته و ندانسته با تو جنجال کردیم. لوبیا شوربا میخوایی؟ من شیرینی میپزم. نه، لوبیا شوربا بس است. همراهش خوریش باشد کفایه است. شیرینی های من رو چی شده است؟ هیچ چیز. نگاه کنید سرکمیسر، این سندی تیره که با آن امک احسان پرانده شده است. توفنگچه با نام یگان پلیس ثبت نشده است. یعنی این دلیل است که جنایت را پلیس صادر نکرده است. قسما گوییم که پلیس با توفنگچه مال پلیس نیست گفتن مسئله حل نمی شود. بخیر است یوسف، اینجا چیکار میکنی؟ من اکای نجیب رو میکوبم، در همینجا باشد. نه، در سود اشتراک دارد، بند است. و من بگو کمکت کنم. این هم سبقم. آیشه گل روزی تظاهرات عکس گرفته است. همینطور می. در عکس یگان روشنی هست؟ در این عکس ها چهره قاتل عیان است. بمانده؟ وای نگاه کن نیازی، ماهر همین است، بی حیا. زود این عکس را در همه جا پهن کنید، بگذار قاتل اصلی را همه بینند. اطاعت سرکمیسر. بچه ها از شما منت داریم، کار مهم کردید. آفرین به شما، آفرین. یعنی تو با این جوان دعوا نداری؟ نه جناب، من از نام خودم رو بخشیدم. تو چی گفتن میخواهی؟ گفتنی ندارم آقای سودیا، پشیمانم، خطا کردم. باز به این کار دست میزنی؟ با یگان گروه شامل میشوی؟ توبه کردم، این کار ناگهان شد، دیگر اصلا تکرار نمی شود. قرار قبول شد. مرافعه نوبتی 23 مارس سال 2009 روز دوشنبه برگزار می گردد. تا آن روز تمام موادها و دلیلها جمع کرده می شود. این جوان به شرطی از شهر نبرآمدن آزاد کرده می شود. یعنی آزاد هستم؟ گویا که آزاد. کفت دوام می کند. تو هم وعده میدی که دیگر با این کارها دست نمیزنی ها؟ وعده میدیم سودیا، وعده. بچه جونی من، بچه جون، شکر خدا.
بچه زیبای من، یکتای من. تشکر زیاد آقای سودیا. وکالتی به من داده رو استفاده کردم. عرض و شکایتی نبوده رو استفاده کردم. تقابوزی نکردم. غیرتی اساسی رو تو نشان دادی. باز هم تشکر. تا دیدن. تا دیدن. اکا خدا از شما راضی بود. مرا نجات دادید. متین، یک انسان رو نجات دادن تمام انسانیت رو نجات دادن است. من کاری نکردم. دعاهای مادرت رو نجات داد. قدر مادرت رو بدان. وعده میدیم اکا نجیب. از دانشگاه پیش کردند. اگر حبس میکردند چیکار میکردی؟ کی گفت که از دانشگاه پیش کردم؟ هفته گذشته پیش کردم. این چیست اکا؟ این سند پرداخت تحصیلات. مرا پیش نکردن. رکتورتان آدمی سخاوتمند بوده است. گیر این را. نمیدانم چی گویم. اکا دستت رو نبوسم. باشه جان، این رو بین. دانشگاه میروم. بچه جونی من، خدا شما بر این انسانها را از دولتمان دور نکند. خدا از شما راضی باشد. از همه همون. من متین رو به شعبه باید ببرم. با او کمی صحبت دارم. البته پسرم، البته. رفتیم آقای متین؟ در یک چند جا امضا میکنی؟ رفتیم باشه. میرویم. گیروس، اینها رو گیر. مایلش. مرحمت. تماشابینان محترم، خبری تازه به ما رسید. از شعبه مدد خبر آمد که در حادثه جنایتی هفته گذشته که در دانشگاه رخ داده بود، پلیس عیبدار دانسته میشد. انا این رسمی قاتل است. اسمش ماهر گندوز بوده، اعضای گروه جنایت پیشه است. شکر که قاتل را یافتند. این بار از دوشم افتید. روشنی شام تا دمیدنی صبح است. البته روزی آشکار میشد. این عکس از کجا پیدا شد؟ چه خیل شده است؟ یک بار دیگر کارمندان پلیس بیگناه برآمدند. این کاری یک گروه خائنان دولت است. هدف آنها پیدا کناندن ناباوری مردم نسبت حکومت است. بیهوده کوشش نکنند. ما دائما آماده ایم وطنمان را حفظ کنیم. لبای سردار همه را شرمنده کردی. اون ناس رو که گرفته است. چرا بیخبر موندی؟ سردار، باور کنید نمیدونم. تو هیچ بنا رو نمیدونی. گیر امضا کن. با دادرم یک دقیقه صحبت کنم ممکن است؟ البته. همان دیسک را در خاطر داری؟ اگر با من چیزی شد یا به روزنامه میدهی یا به پلیس. از این کار دست کش. رفته همش رو نخل کن. تو رو حمایه میکنن. بین مرا از حبس آزاد کردن. دیوانگی نکن. من و تو یکیم. دفتر گناه های من پر شده است. تو از پی گفته هایم شو. باران صحبت تمام. بس همینقدر. روزی سود را بی صبرانه انتظارم. انشاءالله در حبسخانه به سرم بلایی نمی آید. همش خوب می شود. همه خواستت را قبول کردیم. جزای سبک و حجره مخصوص. حاضر نوبت توست. بله. تو خانه اتان رو. آزاد هستی. مادرت را انتظار نکن. برای همش تشکر اتان. پلیس یک جای شده است. در سود به مقابلت شاهدی بدهد. مایلش سردار، جای اندیشه نیست. برایش ادوکات روان میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. انشاءالله جای تو آنجاست. گذر بان. خواطر نشید، من بسیار نمیستم. کاش که گفته از شود. پاسبان گوش کن. ادوکاتی من می آید. آمد خبر ده. فهمیدی؟ دیوانه اینجا مهمانخانه است مگر؟ یا من برادرت هستم. دمت را گیر و خواب رو. من ادوکات Olga Shimshek. ادوکاتی باران تنیره.
بله به کدام حبسخانه برده؟ من در راهم الان میرسم. یک دقیقه در راه پلیس است، من خودم زنگ بزنم. سلام علیکم. عرق ننوشیدید؟ جناب من ادوکاتم، به حمایه میروم. نوشاکی سپرتی نمی نوشم. مرحمت کرده از ماشین فراید. همینش نمیرسید. دستانتان را روی ماشین گذارید. این باز چکایده؟ آخر من به شما گفتم که بارانی موی لبدار ادوکاتت آمده است، خیز می رویم. برای حمایتگر پول نداشته ای، سود مرا تعیین کرد. فرق ندارد. در کجا امضا گذارم؟ نشان ده. قلم ندارم، تو داری؟ همینجا. این هدیه آقای کبوتر. خودش چیگه؟ با کبوترت بگو که من برایش هدیه اصلی دارم. در دستم ثبت های جالبی هست. اگر با من کاری شود ثبت ها در همه برنامه های تلویزیونی نمایش داده می شود. تو مرا فهمیدی؟ فهمیدی؟ بیا رفتیم. اگر کبوتر زندگی کردن خواهد از اینجا باید مرا برارد. فهمیدی؟ رفتیم. این دیس در کجا باشد؟ بچم در اونجا چی میکوبی؟ اوچه این خیلی مهم است، باید یابم. اومده خوراک خور. متین بچم اول خوراکت را خور، بعد چیزی در کاریت را میکوبی. اکم یک چی پینون کرده است، آن را باید هر چیز زودتر یابم. فکرم همین است. چخیل کشتن نتوانستی احمق، از دستت کار نمی آید. علاج نداشتم. او به من در افتاده مرا بوغی کرد. باز گفت که تو را خبر کنم. در دستش نواری صحبتی تو را داشته است. چی؟ چخیل؟ گفت که به من یکان گپ شود همش را نشر میکنم. ثبت ها را میخواهم، با چه ارزش باشد میخواهم، وگرنه من محو میگردم. میفهمی؟ زود به خانهشان روید، همه جا را از نظر گذرانید. نیافته که آمدید مرده تان را نزد سگان میپرتایم. برای همین زود حرکت کنید.
باری دیگر جمع آمده. هدف جمع شدنمان در سبمان که بر ضدی تشکیلات جنگ و جدال میبرند دو نفری دیگر زن میگردند و این دو نفر با قوامان زم شده و ظفر میرسه. برادران و پیش برایید. نقابهایتان را کشید. شیر خونالود را نوشیده نشان دهید که با صفی ما شامل شده اید. شما اکنون اعضای مایید. کیستند این بی‌تربیه ها؟ این دیسک را زود به حق نجیب رساندارم در کار. بچم خودت را احتیاط کن. معلوم نیست که این آدم ها چی نقشه ها دارند. بچم خودت را احتیاط کن. من به تو چیکار میکنم؟ مایلش ای وای آمدم. بچم خودش چی گفت؟ اینها کیند؟ در را بشار. شما کیست؟ کی هستید میگویم؟ این خانه من است. از تیرزه برآمده گریخته است. یک بار دیگر شاهد شدید. خائنان ملت به هدفشان نرسیدند. آنها کوشش میکنند که پلیس ها را داغدار کنند و این کارشان را دوام میدهند. برای پیشگیری این عمل چی نقشه دارید؟ با اجازت شما یک دقیقه. اکا آنها اسبای منند. چی شد متین؟ دنبالت کیست؟ آدمانی کبوتر برای دیسک آمدند. ما رو میکشند. کدام دیسک؟ تو در کجایی؟ ما رو در یکانجا انتظار شو. باز زود گروه را روان میکنم. در دستم ثبت‌های کبوتر است. ثبت‌های خیلی مهم است. آنها ما رو تعقیب دارند. نزدیک آمدند. شد ما حاضر در آنجا میشویم. ای خدا. متین خوب هستی؟ زود سوار شو. زود باش. التماس مرا ببخشید. مسئله تجلیه برآمد. مجبورم که از پشت کار شوم تا دیدن. کدام ثبت ها؟ نفهمیدم سردارم. نمیدانم. ممکن آقای کبوتر فیلم بنوار گرفته است. این فیلم را البته باید تماشا کنیم سردارم. عاقبتی بدی کبوتر، رنگا برنگ، پر ماجرا. باید زودتر آنجا باشیم. به همه گروه ها خبر دهید. آن جوان در خطر است. راه را بستی میگویم. کشا راه را. کشا میگویم. اینها گپ را نمیفهمند. بیا او را گم نکنه. او آنجاست. تماشا کنید. یافتم تو راه. راه گیرد. حکم نجیب. متین. استا. نگریز. متین خوب هستی؟ حکم نجیب. آقای محسن. کی باشد؟ آقای محسن.
و محله‌اش را فوراً یاری تجلیل روان کنید. تعجیلاً زخمی هست. حالا هم تعقیب دارد. و فکرم ما را گم کردند. آقای کبوتر، دیسک را گرفتن نتوانستیم. وای در دستی پلیس. شما بیخون رو زود نزدم بیاید. رفتیم. چی گفتن میخواست نفهمیدم سردارم. آقای محسن کی باشدن سردارم؟ آقای کبوتر تمام شد و باز آقای محسن به سرمان افتاد. با بچه جانم چی شده باشد؟ نترسید، یگان جای ترس نیست. از جراحی برآمد. دکترها نگاه بین دارند. برای احتیاط بالای سرش کارمند پلیس ایستاده است. همه بلاها به سرش آمد. بچه بی‌طاله هم من رفته بینم. شما چی خیلید؟ خوبیم. همش خوب است اپا. بغیر از خستگی دیگر چیزی نیست. بیا اکرم به خانه رویم. تو هم بیا لوبیا شوربای وعدگی رو میخوریم. نه به خدا امشب کودکم نزد کیروز میماند. در خانه مکرون پلاو میپزم. بعداً در نزد آینه نیلگون از تماشای فیلم های پرماجرا بهره میبردارم. من چیز گویم. حاضر تو همیگل گفتی کی گویا به خانه هواپیما میافتد. از دهانتون شمول برد. هواپیما چرا افتاد؟ امشب دم گیرد. تو دیدن اپا. شوخی عجیب دارن سردارم. آقای محسن این آدم کی باشد؟ سردید با من نرسید. ما نایی پاره میکنم. بیا یاری ده. ای خدا جان من این چی تقدیر است؟ همه بلاها با من روبرو میشوند. مرا به سوی خود دعوت میکنند. ای برادر کو اینجا بیا بنازم. نجیب این دوادوی تو پایان ندارد. وظیفت رو عوض کنو. بهترش به جای دیگر کوچیده رویم. گوش کن زنک. در حیاتمون دیگر چیزهای مهم هم هست. این آقای محسن کی باشد؟ خیر میلش هیچ نباشد کمی به من اهمیت ده. اقلا به کودک ها. متین رازم کوچه یافتیم. ممکن است همین کوچه باشد. چند سال شد که سینما نرفته ایم. متین پگاه یا پس فردا به خود می آید. بعد میفهمیم که آقای محسنش کی بوده است. در عمرمون یک مرتبه یک جای سینما رفته بودیم. مردم هر هفته می روند. آقای محسن حیران شدم به یاد داری؟ چرا؟ سینمایی که هر دویمون بار اول و آخرین رفته بودیم. فیلم؟ یک 20 سال گذشته بود. حاضر خودت گفتی آقای محسن. آقای محسن؟ فیلم آقای محسن؟ نجیب تو چی خیال داری؟ البته فیلم. اولین فیلمی که یک جایه رفته بودیم. چی نفهمیدم. در آن کوچه دکان موسیقی هست. احتمال است که برای از آنها نجات یافتن به درون دکان در آمده. دیسک را آنجا پنهان کرده است. آفرین به تو متین. یکم چیز نفهمیدم. چی ها میگویی نجیب؟ باز به کجا؟ من به خانه میروم. تو به خانه درو. با همکی یارده میکنم و میآیم. میلش که دختر را سر دهید. کاری تو چیه؟ ای خویسه ها حالا حوصله مجزنی ندارم. مادامی که با شما رفتن نمیخواد چرا دختر را آزار میدهید؟ زود سر دهید. چی گفتی؟ یک بار دیگه تکرار کن.
شبانه برای چی برآمده است؟ بله انا حالا اکنون خواسته حقیقی میشوی. حاضر به تو نشان میدم. آشنا بچه ها به خوبی روید از اینجا. والله خودم گرسنه‌ام، باز جرغات هم نابود شد. خدا نشان ندهد باز از دستم یگان فلاکت نهاید. به خوبی نشوید. زود روید از اینجا که شمایلتان را نبینم. ها تو هم تاکسی نگاه دارو به خانه اتان رو. با این حال کجا روم؟ 5 دقیقه به خانه اتان درویم. به خانه ما؟ این خیلی نمی شود. اینجا محله است. همسایه ها چی میگویند؟ نه بهترش تاکسی نگاه دارو به خانه اتان رو. التماس با افتان دومم نگرید. ما بودو باز برگردند. التماس مرا تنها نگذاره. خواهش میکنم. خب فقط 5 دقیقه بعد زود پریده می روی. رفتیم. چه خیلی آدمی خوبت. اما کی یاردم کنم؟ خیر است در این ساعت خودت تنها میگردی؟ یگان کس نداری؟ تشکر پسرم. به کس و کویم در کوچه ها خواب و خیز میکنم. شما چی کاره هستید؟ چرا سلاح دارید؟ تو چرا اینقدر سوال ها میدهی؟ کارت تمام شده باشد زود بیرو یا خدا. من چای دم کردم. خدایا تو شوخی داری؟ من تنها آب می نوشم. لیکن شکر رو نیفتم. ایست من خودم میارم. بفرمایید. شما هم مثل من مخلص فیلم هستید. فیلم های زیاد دارید. کدام هنرمند رو میپسندید؟ روبرت دنیرو. گبین خودمان مرا به جوانی او مانند میکنند. دقت داده باشی کمی به ایتالیایی ها مانند. معلوم نیست؟ من شنر شهر رو دست میدارم. آقای محسن رو هم میپسندم. آقای محسن؟ این نام فیلم است؟ بله، تماشا نکردید مگر؟ تشکر بچه. یگان جا دراز کشیده میخوابم. استغفرالله همکی این وظیفه همون ایست. من برای تو جای خواب میابم. الو؟ آقای محسن گفتی؟ خدایا چی گپ شد؟ تو درون آب یکان چیز انداخته؟ نه.
سلام آقای کبوتر را برسانم. تو چی کار کردی؟ چشمانم خیره شده. چی کار کرد؟ عجایبش این که من خیلی خوب میبینم. تو چی کار کردی؟ تو با من چیکار کرده؟ هیچ کار نکردم. تو کی هستی؟ از کجا برآمده؟ گپ زن. وای سرم. خدایا. قلم از شمشیرم تیز است. آقای کبوتر خلعت تیار است. به نشانی میفرستم. آقای کبوتر خیلت فرمودهتون تیار است. به نشانتون روان میکنم. نزدم بیارید آنها را. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان